شانس بیشتری برای از بین بردن این عفونت دارید. پروبیوتیک هم به شکل مکمل موجوده و هم در مواد غذایی مانند ماست پروبیوتیک، پیاز، مارچوبه و کفیر یافت میشه. شماره 2 سیاه‌دانه است. تحقیقات در سال 2010 نشون داده که در بیماران مبتلا به باکتری هلیکوباکتر مصرف روزانه 2 گرم پودر سیاه‌دانه همراه با امپرازول در درمان هلیکوباکتر موثره. شماره 3 جوانه‌های بروکلیه. بروکلی‌های کوچکی هستند که فقط چند روز از رشد اونها گذشته. اونها حاوی مقادیر بسیار زیاد یک ماده شیمیایی حاوی گوگرد به نام سولفورفان هستند. سولفورفان به خاطر مزایای آنتی اکسیدانی و سمزداییش شناخته شده است. این گیاه نه تنها میتونه علیه هلیکوباکتر پیلوری و گاستریتی که ایجاد میکنه مبارزه کنه، بلکه میتونه به حفاظت در برابر آسیب‌های دستگاه گوارش هم کمک کنه. 2 بار در روز باید مصرف بشه. شماره 4 چای سبزه. چای سبز چه سرد و چه گرم فقط یک نوشیدنی محبوب نیست. مطالعات آزمایشگاهی نشون دهنده اثرات عمیق چای سبز در برابر هلیکوباکتره و مهمتر از اون نشون میده که مصرف چای سبز از التهاب مخاط گوارشی در صورت قرار گرفتن در معرض آلودگی هلیکوباکتر جلوگیری میکنه. این چای حاوی کاچینه که دارای قدرت ضد باکتری قویه. کاچین ها همچنین با اثرات آنتی اکسیدانی، ضد ویروسی، ضد تشکیل پلاک و اثرات ضد سرطانی مرتبط هستند. شماره 5 سیره. سیر ضد التهابه و خواص آنتی بیوتیکی هم داره. مصرف سیر پخته شده و خام میتونه به از بین بردن باکتری هلیکو کمک کنه. یک مطالعه در سال 2016 نشون داده افرادی که هلیکوباکتر پیلوری داشتند و روزانه 2 حب سیر متوسط رو با نهار و شام مصرف کردند، کاهش چشمگیری در تعداد باکتری های هلیکو داشتند. شماره 6 برمومه. برموم یا پروپولیس یک ترکیب جمع‌آوری شده توسط زنبور عسل از تعدادی از منابع گیاهی که برای نگه داشتن ساختار ظاهری موم استفاده میشه. دانشمندان با توجه به ترکیب شیمیایی برموم دریافتند که اونها دارای 300 ترکیب طبی هستند. چند تحقیق هم نشون داده که عصاره پروپولیس که به عنوان مکمل در دسترسه قادر به مهار رشد باکتری هلیکوباکتره. به علاوه ماهی‌های غنی از اسیدهای چرب امگا 3، دانه کتان و چیا، عسل خام، توت‌ها به ویژه تمشک و توت فرنگی، کلم‌ها به ویژه کلم بروکلی و جوانه‌های بروکلی و کوئرسیتین که در سبزی‌های سبز رنگ موجوده، عصاره شیرین بیان و جنسینگ قرمز، اسپیره یا عروس چمنزار، اینها موادی هستند